اسلام در ترس هراس میافتند. صاحب کتاب گردیم که دشمنان ملعون در طول 1400 سال نتوانستند که به یک آیت آن جواب گویند. صاحب کتاب گردیم که امروز دشمنان میبینند که زورشان نمیرسد به این کلام معجز خداوندی، میبینند که در نزدش عاجز هستند، مثل سگهای لعین، مثل سگهایی که با عکس ماه عکاس میزنند. همین قدر زورشان رسیده است که یک قرآن را گیرند و آتش زنند، مثل پدرسگ جانز که ملعونی خیش را یک بار دیگر اعلان کرد و به تمام بنی بشر نشان داد که کتاب سوز کیها بودند. ببینه یهودی ها طعنه میزدن مسلمان ها را که مسلمان ها کتاب سوزند، مسلمان ها گویا کتاب های زردشتیان و دیگران را آتش زدیان، در صورتی که قسم به خدا یک دروغ محض است، دروغ محض بر تاریخ است. امروز حقیقت حال عیان است که کتاب سوز کیها هستند. اما این کتاب عادی نیست، این کتاب بشری نیست، این کتاب خداست. این کتاب است که از دشمنان خود قصاص میگیرد، هم در دنیا و هم در آخرت. سبحان الله. کار به درجه رسیده است که مثل یک احمق وحشی، مثل یک ابله یک کتاب را آتش بزنی. با آتش زدن کتاب این پدرسگ و این پدرسگ ها فقط عاجزی خود، بیچارگی خود، حماقت خود، رذالت خود را از برای بنی بشر نشان دادند. خلاص ای سگی طاعن تو او میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی. این نه آن شعر است که از وی جام بری، ریاضی پنجه قهری او ایمان بری. از چنگ این قرآن تو نجات نمیوی پدرسگ. استدعا میکنیم پروردگارا سزای عمل او کسایی را که قرآن ترا آتش میزنند، سزای عمل او کسای ملعون را که نسبت کتاب بزرگ و کلام بزرگی تو اهانت میکنند در همین دنیا ده تا برای دیگر دشمنان، برای دیگر رذیلان نمونه عبرت گردد. آمین یا رب العالمین. برای آنکه انا همین کتاب مصاحب شویم، صاحب همین کتاب بزرگ باشیم، صاحب عقیده باشیم که کمری دشمنان را شکست و در آینده هم را شکند. محمد صلی الله علیه و سلم چه رنج عذاب‌های را به تحمل نگشت. شخصی را که عزیز قریش بود، شخصی را که فرزند سرکرده قریش بود، شخصی را که امین قریش بود، بعد از او که کلام حق خواست ابلاغ کند رساند، مورد چی شکنجه های قرار دادن، چی عذاب های به سرش آوردن. ما گفتیم که سال دهم هجرت، سال دهم بعثت ببخشید از جانب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عام الحزن یاد می شود. عام الحزن گفت حضرت، زیرا در این سال پشتیبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب عمکش از دنیا گذشت. همچنین مادر مؤمنان عزیز دل رسول الله صلی الله علیه و سلم غمگسار حضرت بیبی خدیجه مادرمان دنیای فانی را بدرود گفت. بعد از این مشکلی و مشقت ها به سر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل باران باریدن گرفتند. بار هنگام نماز گزاری در نزد خانه کعبه یک پدر سوخته رذیل یک مشت خاک گرفته در سر مبارک حضرت چاشان. قدرتی با او بحث و مباحثه کردن که نداشتند، قدرتی به سخنهای راستش پاسخ گفتن که نداشتند، مثل یک احمق، مثل یک رذیل یک مشت خاک گرفته در سر حضرت صلی الله علیه و سلم چاشان. مثل این رذیلایی که امروز قرآن سوزی میکنن. حضرت به خانه آمد، وقتی دختراش حالت دیدم، پدرش بسیار شخصی بزرگ، شخصی متبرک، شخصی معتبر گریان شدند. حضرت گفت تا زمانی که ابو طالب زنده بود قریش این جرأت نمیکردند. از وقتی که ابو طالب از دنیا رفت
این پدر سوخته ها امروز جرأت پیدا کردند این کار نسبت ما روا دیدند. امام بخاری روایت میکند از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، صحابی بزرگ پیغمبر، کان نبی صلی الله علیه و سلم یصلی عند البیت و ابو جهل و اصحاب له جلوس. باره میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نزد خانه خدا نماز میگذارید، در صورتی که ابو جهل ملعون همراه رفیقاش، همراه کمپانیونهاش در نزد خانه خدا نشسته بود. اذ قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بسلا جزور بنی فلان فیضعه علی ظهر محمد صلی الله علیه و سلم اذا سجد. یک نفری از بین قوم شارحا میگویند که اون ملعون ابو جهل بود. گفت کدام غیرت دارید، کدام جرأت دارید فلان شخص شتر کشته است، همون شخصی با جرأت ترین تون روید و زهدان شتره. در بعضی روایات ترجمه میکنن شکمبه، اما درسترش اصطلاح به معنای زهدان میشه و بچدان. همون شتره گیرد بیارده در وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم سجده میکند همون زهدان در پشت مبارک گذارد تا اینکه مسخرش کنیم، طعنش بزنیم. فانبعث اشقى القوم، بدبخترین ملعونترینشون از بینشون قایم شد. این شخص عقبه ابن ابی معیط بود، همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم. فجاء به فنظر حتی اذا سجد رسول الله صلی الله علیه و سلم وضعه علی ظهره. آمد بدگهر همون زهدان شتر در دست و منتظر ایستاد. وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشانی مبارک به سجده گذاشت، آورد همون زهدان به نجاست آلوده را در پشت حضرت گذاشت. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید و انا انظر لا اغنی شیئا، من نگاه میکردم، میگه ده چشمم بوم برین، چشمم کشاده، اما زورم نمیرسید، من یک پا دوام بدم. در مقابلم قریشی های اشراف ایستاده بودند، هر کدامش عسکر لشکر داشت، از دست من بیچاره هیچ کار نمی آید. بعد به علم میگه لو کان لی منع، ای کاش که منم در پهلوم سه چهار رفیق میشید، سه چهار مسلمان میشید که ما این پدر سوخته را نمیگذاشتیم که این عملی رذیلانه را بر ضد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم انجام دهد. لو کان لی منع. فجعلوا یضحکون و یحیل بعضهم علی بعض. بعد به خنده زدن، به مسخره بازی در آمدن، همدیگه را با نخته میکردن که نگاه کن در پشت حبیب خدا، در پشت شخصی که میگوید من فرستاده خدا هستم، یک شکمبه بوین شتر گذاشته ایم، از دستش هیچ کار نمیآید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم ساجد لا یرفع رأسه. حضرت میگه سر در سجده موندگی دیگه سرش نبرداشت از شدت رنج علم. این کسایی که را کردن همسایه هاش بدن، خیش اقرباش بدن، هم قومه هاش بدن. این پدر سوخته رفتاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدونستن، اخلاقی حمیدش هم میدونستن، اما دست به همین رذالت فقط به خاطر حق خویی حضرت زده بدن. حتی جاءته فاطمه رضی الله عنها فترحت عن ظهره، تا اینکه بی فاطمه زهرا آمد و همون زهدان نجاست آلود از پشت بدر گریان گرفته دور پرتافت. بعد حضرت سری مبارک برداشت، پیشانی را برداشت، پیش خدا التجا کرد. اللهم علیک بقریش، پروردگارا گفت قریش خودت سرشته کرد که زوری من نمیرسد.
علیک بقریش. وقتی میگه حضرت این سخن گفت براشو بسیار مشکل افتی، زیرا از دعای حضرت میترسیدن. این پدرسگا میدانستن که این شخصی معصوم وقتی دعا کنه دعاش اجابت میشود، خاصتا در چنین موضعی مثل خانه خدا کعبه. و حضرت که رحمت عالمیان است، قسم به خدا اگر حضرت همین سخن تکرار میکرد خداوند قریش نیست نابود میکرد، تخمش باقی نمیگذاشت، ترحم به کودکای نابالغ شهدانه میکرد. اما حضرت که رحمت عالمیان است، از میان قریش همون شخصایی را که جنایتکار بدن، همون شخصایی را که به این جنایت دست داشتن، حضرت یک نامبر کرد. اللهم علیک بابی جهل و علیک بعتبة بن ربیعه و شیبة بن ربیعه و الولید بن عتبه و امیة بن خلف و عقبة بن ابی معیط و عمارة بن الولید. نام 7 پدرسگا خان که پروردگار همین شخصا را همین 7 نفر خود سرشته کن. قدرت ندارم، من عاجز هستم، اما تو توانای خدای بزرگ اینا را گفت سرشته کن تا برای دیگران درس عبرت باشد. حضرت عبدالله ابن مسعود سوگند یاد کرده، والذی نفسی بیده، قسم به خدای گفت که جان محمد در قبضه قدرت اوست. لقد رأیت الذین عد رسول الله صلی الله علیه و سلم سرعا فی القلیب، قلیب بدر. قسم به خدا گفت همه کسایی را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نامبر کرد همه شدید مثل سگ کشته شدند و در جنگ بدر همش در یک خندق برده و انداخته شدند. دعای پیغمبر از بمب اتمی خرابی آورتر است. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد.